سلام. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. این ویدیو رو دارم میگیرم به خاطر اینکه قرار هستش که توی فضای مجازی وارد بشم و تا حالا هیچ وقتم به این قضیه فکر نمی کردم که ورود کنم داخل فضای مجازی، حالا چه یوتیوب باشه، چه اینستاگرام باشه، چه هر چیزی. اما الانی که میخوام در موردش صحبت بکنم، من حالا قبل از این داستان چند تا فیلم گرفتم و اونا رو قطعا میذارم داخل کانال، ولی باید تایمش برسه که با اون فیلمی که گرفتم تایمش بخوره که بتونم اون فیلم رو بذارم. روز اولیه که میخوام در موردش صحبت بکنم و اینکه این کانال رو به این دلیل میخوام راه اندازی کنم چون من از این کانال‌های انگیزشی زیاد دارم میبینم، از این کانال‌هایی که در مورد واقعیت‌های تلخ صحبت میکنن، تنها شدن رو صحبت میکنن، ناامیدی صحبت میکنن، همه اینا رو دارم میبینم و من تصمیم گرفتم که زندگی واقعی خودم رو در موردش صحبت بکنم و یک دلیل هم بیشتر نداره. دلیل اصلیش اینه که دوست دارم اتفاقهایی که برای من و امثال من داره میفته و افتاده حداقلش اینه که برای شما نیفته. یه مثال ساده بخوام بزنم، من همیشه مادرم یا پدرم میگفتش که مثلا پدرم اینجوری میکرد، میگفتش که تا خودت پدر نشی نمیفهمی. اینو داشته باشین. ببینین یه مثال بخوام دیگه بزنم که اینو تکمیلش بکنه، میتونم بگم که مثلا فکر کنم من رشتم مهندسی عمرانه، خب میخوام تغییر شغل بدم، برم نونوایی بزنم. قطعا باید برم با این نونوا صحبت بکنم. نمیتونم برم از پدرم مشورت بگیرم چون ایشون تجربه ای نداره، چون شغل چیز دیگه ای بوده. حالا این دوتا مثال بزنیم کنار هم. منظور من چیه؟ منظور من این بودش که بعضی چیزها رو آدم باید خودش تجربه کنه، مثل اون قضیه پدر شدن. چون پدر نشی نمیتونی طعم پدر شدن رو بچشی که چقدر اون بچه رو دوست داری و چقدر تعهد داری و چقدر مسئولیت داری. یه چیزی رو آدم خودش باید تجربه کنه. میره آقا با 4 نفر مشورت میکنه که بخواد اون نونوایی رو بزنه. درست شد؟ خب پس یه چیزایی رو باید خودمون تجربه کنیم، یه چیزایی رو باید از دیگران بپرسیم، مشورت بگیریم که اشتباه کمتری بشه. یکی از دلایلی که این پیج رو انداختم و میخوام فعالیت کنم و خیلی هم قوی میخوام فعالیت کنم، اونم اینه که میخوام تجربه های زندگیم رو، چه خوب چه بد، حالا خدا رو شکر خوب زیاد نداشته، جز یکی دو تا اتفاق همش بد بوده، میخوام اینا رو در موردش صحبت بکنم. دوست داشتین همراهی کنین، نگاه کنین. دوست نداشتین مشکلی نداره، میتونین رد کنین، برین کانالای دیگه هم نگاه کنین. اما چیزی که هست، خیلی 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 قراره اینجا صحبت‌هایی بشه که چون واقعیت تلخه، نه دنبال حس ترحمم، نه دنبال جذب فالوورم، دنبال هیچ نیستم. دنبال اینم که واقعیت‌ها رو بگم و قراره که دقیقاً این داستان رو از روزی که رفتم دانشگاه بگم، چون یه جورایی میشه گفت هرچی فکر میکنم تا قبل دانشگاه اونقدر مشکلات نداشتم، چون سنم خیلی کم بود، خیلی بچه بودم. یعنی کل دغدغه‌م بود درس و چه میدونم بازی و فوتبال و اینجور چیزا. اما چیزی که هست میخوام توی این داستان، توی این کانال، واقعیت زندگیم رو کامل تعریف کنم و این رو هم بهتون بگم. ما اینجا میخوایم در مورد چیزایی صحبت کنیم که مشکلات اکثر ما جووناست. البته دیگه ما حالا پیر شدیم دیگه، ریش و اینا همه چی موام ریخته و تموم. ولی چیزی که هست، بازم ناامید نیستم، یعنی ناامیدم نباشین، چون هر لحظه ممکنه هر اتفاق خوب یا بدی تو زندگیتون بیفته. ولی اینو بگم، این کانال واسه کساییه که میتونن بیان اصلا صحبت کنن، میتونن پیام بذارن. من تا جایی که بتونم باشون صحبت میکنم، چون خودم این مسیر رو رفتم و دارم میرم. و الانی هم که با شما دارم صحبت میکنم، توی این 35 سال اخیر بگیم آقا 15 سال 18 سالش هیچی، ولی نیمه دومش این 17 18 سال گذشته رو بخوام تو ذهنم مرور کنم، الانی که دارم با شما صحبت میکنم در بدترین شرایط روحی، جسمی، ذهنی، عاطفی، احساسی و همه اینا، یه پکیج کامله. یعنی تو بدترین حالت ممکنشم. خب پس اگه دوست داشتین میشینیم حرف میزنیم، صحبتاتون رو گوش میکنم، شما حرفای منو گوش کنین، ببینین کدومش به دردتون میخوره. چون میخوام کاملا واقعیت رو بگم. از این پیجایی هم نمیخوام باشم که
همش دنبال این حرفای الکی و اینا. و امیدوارم تو این پیج من حرف بیادبانی از دهنم در نره، چون من کارم یه جوریه که تو کارگاه کارم ساختمونیه، یه جوریه که بعضی وقتا یهو عصبانی میشم یه حرفی میزنم. امیدوارم توی کانال این حرف رو نتونم بزنم و نزنم در اوج عصبانیت، تا جایی که بتونم حواسم هستش. ولی یه وقتی حرفی چیزی زده شد من ازتون معذرت خواهی میکنم قبل از همه اینا. پس این اولین کلیپ منه، روز اول و تاریخ امروز فکر میکنم 16 یا 17 آذر ماه 1404. ولی میخوام بهتون حرفایی رو بزنم که حرفای خیلی از شما هاست و پیش هیچ کسی اینا رو نمیتونین بگین، حتی اگه دوست صمیمی هم داشته باشین نمیتونین بگین. من قراره که علاوه بر این صحبتی که خودم میکنم، امیدوارم این اتفاق بیفته و همراهیم بکنن، اینه که با افراد برم صحبت بکنم و بهشون بگم که در مورد هر چیزی که میخواین میتونید صحبت کنین، در مورد هر چیزی که الان تو دلتونه، هر چیزی که داره اذیتتون میکنه، در مورد هر چیزی که نمیتونین با کسی حرف بزنین حرف بزنین. من شاید نتونم کمک بکنم، اما شنونده که میتونم باشم. درسته؟ من خودم اینجوریم که زمانی که حرف میزنم دوست دارم با یه نفری صحبت کنم. بعضی وقتا اینجوریه که دوست دارم فقط حرف بزنم، طرف فقط گوش کنه، هیچ نظری حتی نده، فقط گوش کنه، فقط خالی بشه. پس امروز روز اوله و امیدوارم که اتفاقای خوبی توی این مسیر بیفته، چون میدونم خیلی از ما آدم ها، مخصوصا حالا جسارت نمیکنم، مخصوصا آقایون، خیلی وقتا حرف نمیزنن و این حرف درونشون جمع میشه یا به صورت سکته یا به صورت هر اتفاق بدی براشون رقم میخوره دیگه. اینایی که تو دلشون جمع شده و نتونستن حتی با کسی صحبت کنن، حتی با پدر مادر، حتی خواهر برادرشون، حتی پارتنر یا همسرشون، با هیچکی نمیتونن حرف بزنن. منی که دارم با شما حرف میزنم، من دقیقا همون آدمم، با هیچ کسی نمیتونستم حرف بزنم و نمیتونم. میخوام اینجا صحبت بکنم، حرف ها رو بشنوم، حرف های من شنیده بشه. میگم هر کسی هم میخواد هر مدلی قضاوت کنه، اصلا برای من مهم نیست. فقط اینجا قراره ما با هم صحبت کنیم، فقط حرف بزنیم، فقط درد و دل کنیم، فقط خودمون خالی کنیم. امیدوارم که این اتفاقا بیفته. و اگه الان هم دارم این فیلمو میگیرم، چون میگم در بدترین لول خودم تو زندگیم هستم، اصلا تعارفم ندارم، تو بدترین حالت ممکنه، به حدی که شاید 2 تا 4 تا ساده رو نتونم انجام بدم. اما میخوام کاری بکنم که بگم این مراحلم میگذره بچه‌ها، این روزام تموم میشه، باز اتفاق دیگه، مشکل دیگه، اتفاق خوبه دیگه. امیدوارم اتفاق خوبی بیفته. پس امروز روز اولمون و کلیپ اول. و اینم بهتون بگم، من کلا کلیپا رو نمیخوام ادیت کنم، همون چیزی که هست رو میخوام بذارم با همون صدا، هر چیزی که هست. یعنی اصلا حوصله ادیت کردن ندارم، چون میخوام واقعی باشه. نمیخوام مثلا یه آهنگی بزنم که مثلا یه طرف دلش خونه داره تو اینستا هر جایی میچرخه، این آهنگم بزنم بدتر بنده خدا بره تو فکر. همینی که هست، بدون هیچ ادیت. مواظب خودتون باشید.